43 سال پیش در همین ماها بود که هم نسلای ما ریختن تو خیابونا و گفتن دیگه کافیه، ظلم و جور و بیداد و فقر و فلاکت دیگه کافیه. سالهای خفقان مردم را بدجوری تحت فشار قرار داده بود. جامعه منفجر شد. یعنی اینطوری نبود که بشه با اصلاحات کار را به سامان رسوند. یعنی شاه اصلاح پذیر نبود. در جامعه نه حزبی بود، نه سازمانی، نه جمعیتی، نه کتابی، نه مطبوعاتی، هیچ. همه تحت کنترل ساواک بود. کوچکترین زاویه‌ای که با خط مشی دولت و شاه داشتی، یعنی دولت هم که یعنی همون شاه بود، فوراً به وسیله ساواک سرکوب می شدی. 43 سال پیش بود که ما تو خیابونا ریختیم و هر روز زد و خورد بود با ارتش و ساواک و پلیس و شهربانی اون موقع و چماردارای ساواک تو خیابونا مردم ها می زدن و منتها دیگه انقلاب شروع شده بود، نمیشد جلوش گرفت. قم رو میکشتن، مردم تبریز بلند میشدن. تبریزی ها رو میکشتن، مشهدی ها بلند میشدن. همینطور توش کشور دور میچرخید و ناآرام بود. شاه آمد در یه مقطعی رفرمایی رو انجام بده، منتها دیگه دیر شده بود. چرا؟ چون با مردم صادق نبود، چون همه کاره خودش بود. یه دفعه آمد گفت برای اینکه مردم رو آروم کنم بهتره که 4 تا آدم بدبختی مثل هویدا و این وزیرا و افرادی که نقش درجه 2 و 3 در اداره کشور داشتن رو دستگیر کرد به عنوان عاملان فساد. ولی خب مردم میدونستن که عامل فساد خود اون بود. این بود که کسی به این حرفا توجه نکرد. انقلاب شد، شاه فرار کرد، سیستم عوض شد. یه دفعه ما موندیم و یک جامعه‌ای که همه چیز شاه بود. یعنی ارتش مثل بچه یتیما شده بود. ارتشی که فقط به فرمان شاه گوش میداد. همینطور هم جریانات دیگه. یعنی شما چون حزب و دسته ای ما نداشتیم نمیدونستیم مملکت یعنی چجور اداره میشه کشور. خمینی رو به عنوان آلترناتیو برای ما آوردن. یعنی خمینی زمانی که در نجف بود یک دفعه تمام رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات دنیا متمرکز شد روی خمینی. از یه هیچی همه چی ساختن. نوکر قبلی رو هم دیدن دیگه به دردخور نیست، مریضم هست، با کمال بیشرمی ردش کردن. یعنی امیر اصلان افشار میگه ما در مراکش که بودیم، شاه چون در اسکاتلند یه قصری داشت، قرار شد که ما بریم با سفارت انگلیس در مراکش در رباط صحبت کنیم و بریم به انگلیس. میگه ما که ما رفتیم اونجا، سفیر انگلیس عذرخواهی کرد، گفتش که در این شرایط من از پذیرایی شما معذورم. اونم آوارش کردن و البته چون پولهای زیادی در بانک‌های آمریکایی داشت، مخصوصا بانکی که صاحبش راکفلر هست، اونها یه ذره حمایتش کردن و بهش پناه دادن و راکفلر یه نماینده فرستاد که همه جا همراه شاه بود و
و اون نماینده هم باعث شد که نذاشت معامله نشه شاه، چون قطب‌زاده داشت معامله میکرد شاه را با آمریکایی ها. اینا هیچ ابایی هم نداشتن که نوکر 20 و چند ساله خودشونا 37 ساله خودشونا بدن دست آخونده. بی‌شرافتر از این حرف هستن اینا. از اون خمینی را به صورت پکیج کامل برای ما فرستادن. چه از اون روز اولی که اینا سوار هواپیماش کردن به ما دروغ گفتن. هواپیما را CIA اجاره کرد، گفتن آقای دستمالچی اجاره کرده هواپیما. بعد این شخص را آوردن با اون افکار وحشتناک قرون وسطایی کردن برای ما رهبر مملکت. حالا شرایط مملکت به چه صورته؟ یه مملکتی که 37 سال حکومت این شاه و 16 سال حکومت رضا شاه ناآگاه از همه چیز نگرش داشته، هیچ سازمان و هیچ تشکیلاتی نداشتن مردم. تنها سازمان موجود در کشور آخونده بودن. مساجد پایگاهشون بود. به صورت سیستمی هم در تمام کشور نفوذ داشتن اینا. از افکار اینا ما اطلاعی نداشتیم. یعنی الان هم کسی نداره. اینا 1000 خورده ساله که این حوزه ها، این همون نظامیه های بغداد و اینا را افتادن. دروسی مربوط به 1300 سال پیش رو دارن میخونن. یعنی علم و هیچ که چیزی اینا پیشرفتی نکرده، یعنی جدیدی اینا ندارن، فکر جدیدی ندارن، علم جدیدی ندارن، هیچ اینا رو ما نمیشناختیم، افکار اینا رو ما نمیشناختیم. یه دفعه انقلاب که شد، اینا شما کسی نداشتیم، آقای خمینی رو آوردن. اینا آخوند آیت الله، از نظر ما آیت الله اصلا یه آدم پاک و پاکیزه و درستکار و همه چی تمام بود. جانشین امام زمانه، مگه میتونه آدم بدی باشه؟ همه چی ما داریم در اختیار این از روی نفهمی. همه این یکی دو نفر نبودن ها. هیچ یه جریانات که بودن مثل همین سازمان چریکا و سازمان مجاهدین، اینا درک کردن واقعیت و اصلا روز اول شروع کردن به اینکه آقا اینا این کارشون اشتباه است، این کارشون اینطوریه. شروع به انتقاد کردن که اونا هم یک در جامعه آنچنان نفوذی نداشتن، چون یه سری سازمان‌های زیرزمینی بودن که تو خفقان از راه مبارزه مسلحانه داشتن میخواستن کارشون رو پیش ببرن، که اونا میگن یه سری جوانای واقعا پاکویی بودن که میخواستن برای مردم یه کاری کنن، چون خودشون احتیاج نبود، همشون تحصیل کرده بودن، دوستان زندگی راحتی داشته باشن. ولی بیچاره‌ها دنبال این بودن که برای مردم یه کاری کنن. میگم اینا تنها گروهایی بودن که تو ما یه فهم و شعوری داشتن که اونا هم درصد خیلی کمی از جامعه بود. اولین باری که انقلاب شد و مردم ریختن تو پادگان ها، کردها هم در شهرهای خودشون ریختن تو پادگان ها. ولی خمینی سریعا اعلام کرد که آقا کردها حق ندارن مسلح شن، چون میدونست که اینا رو میخواد سرکوب کنه در آینده. چون میدونست اسلحه دست مردم باشه نمیشه به راحتی سرکوبشون کرد. اینها آمدن با افکار کثیفشون قدم به قدم پیش رفتن. اونایی هم که میفهمیدن و یا کشتن یا متواری کردن. کثیفترین قوانین رو بر مملکت حکم فرما کردن که همین قوانین حدود و قصاص و این چیزاست که مربوط به 1400 سال پیشه. عرب اون زمان هم اینا رو به اون صورت که الان این آخوند داره اجرا میکنه اجرا نکرد. ولی اینا این قوانین رو آوردن، یک نفر اعتراض نکرد.
یعنی یک نفر که میگم درصدی از مردم نبودن که بفهمن این قوانین چی هست. یه سری وکیلا و جبهه ملی اون زمان ما یادمه اعتراض کرد و فوراً هم خمینی گفت اینها مرتد هستن و ترتیبشون رو داد. یه سری پیرمردی بودن بیچاره با آبرو نمیتونست با آخوند پاچه برمالیده در بیفتن. اونا هم زدن نابود کردن و در مملکت 43 سال حکم فرمایی کردن. کثیف‌ترین قوانین را آوردن روی کار. الان هم رسوندن مملکت به اون جایی که مردم 2 مرتبه ریختن تو خیابون و دنبال اینن که انقلابی انجام بدن. چرا؟ چون با این رژیم ها نمیشه صحبت کرد، نمیشه از راه قانونی پیش رفت. هر کم به شما این حرف زد که با آخوند را میشه اصلاح کرد، بدونید آدم خائنیه و خودش هم شریک دزده. چون آخوند را اگه شما بخواید اصلاح کنید یعنی مرگش. یه جنایتکار و که شما نمیتونید اصلاح کنید. کسی که میاد میگه تمام قوانین من قوانین الهیه و از کثیف‌ترین و مرتجع‌ترین قوانین قرآنی و نمیدونم اسلامی حمایت میکنه و این قوانین را میخواد در قرن 21 اجرا کنه، با این شخص چه صحبتی میشه داشت؟ اینا تفسیراشون از قرآن و نمیدونم از حدیث و اینا عقب مانده ترین تفسیره. می آمدن دختر بدبخت را وابسته به فلان سازمان بوده میگرفتن، بعد آخوندی به نام مصباح، آخوندی به نام صدیقی، آخوندی به نام خزعلی فتوا میداد، آخوندی به نام خوشوقت، اینا فتواشون این بود که در قرآن یه آیه آمده که تو این آیه میگه که در بهشت دختران باکره و پسرانی مثل لولو جدن میچرخن. پس این نشون میده که اگر دختری بمیره و باکره باشه این میره بهشت. می آمدن به زندانی تجاوز میکردن. شما تجسم کن یه دختر مثلا 16-17 ساله اون موقع که تازه یه شور و هیجانی در جامعه ایجاد شده بود، اینو میگرفتن، بعد چند تا نرد خر به این تجاوز میکردن، بعد فردا هم میرفتن با شیرینی در خونه یارو که آقا ما دیشب دامادتون شدیم و دخترتون رو اعدام کردیم. یعنی اینا در این حد از بیشرفی هستن. دهه 60 این وسایل اطلاعات جمعی که امروز هست نبود. مردم نمیدونستن چی میگذره و یه عده‌ای هم طرفدار اینا بودن. یعنی اون زمان اگه میخواستی مبارزه کنی هزاران آدم رو میذاشتن روبرود که هیچ فهم و شعوری نداشت، صرفاً مرید آخوند بود و فکر میکرد که اینا بالحقن. همونطور که در سرکوب کردستان هزاران نفر رفتن که این کردا کافرن و کرد سنی و از این مزخرفات و به بدترین وضعی اونجا را سرکوب کردن. شما در اون جنگ سنندج مردم بیچاره ها جسدها را برده بودن تو باغچه هاشون خاک میکردن، با توپ و هواپیما و همه کوبیدن. یعنی این جنایتکارا از هیچ جنایتی کوتاهی نمی کنن برای سرکوب مردم. اون زمان مردم اینا رو نمیشناختن. هزاران نفر آدم واقعا نازنین تو زندان ها کشته شدن. مردم نمیدونستن این نمیدونم منافق، اون کمونیست، اون فلانه، حرفا چی بود. یه سری جوون جمع شده بودن خوشحال برای این که مثلا
ما عضو فلان حزب هستیم یا طرفدار فلان سازمان هستیم. شور و هیجانی تو مردم بود، میرفتن کتاب میخریدن، جلو دانشگاه شد مرکز کتاب. یک دفعه آخوند قاچ بنوالینه رسید و زد و بست و همه را بنا کرد. یعنی یه میامد یه 2 نفر جمع میشد، یه میتینگی میخواستی بذاری، همون روز اول شروع کردن دیوسا حمله میکردن و میزدن و میبستن و تا زمانی هم که اون بت بزرگ زنده بود نمیشد، با اینا نمیشد جنگید. یعنی واقعا مردم در توهم بودن که این شخص یه آدم یه قدیسیه، همه را مجذوب خودش کرده بود. میگم جز یه سری احزاب بودن که مخالفش بودن، بعد یه سری هم ابله‌هایی مثل حزب توده و اینا هم بودن که اینا می نشستن تئوری به قول برادر از خودشون درد میکردن که بله حضرت امام ضد امپریالیسته و چون ما در دنیا 2 اردوگاه داریم، سوسیالیسم و امپریالیسم، چون حضرت امام در اردوگاه امپریالیست نیست پس در اردوگاه سوسیالیسم هست. به این طریق از این ابله‌ها حمایت میکردن و حتی جاسوسی اینا رو میکردن. حالا اینا رو خودشون هم بعداً نتیجه کار خودشون رو دیدن و همون زمان هم ما میگفتیم آقا این اصلا نمیدونه امپریالیست چیه، این اصلا اینا یه مش مرتجعن، اینا در یک دنیای دیگه این میگفتن نه شما عشق چریکی دارید، عشق این دارید که باید مبارزه کنید. میگفتیم آقا اینا و ما میشناسیم، ما در قوم با اینها زندگی کردیم، نه جانوران عجیبی هستن، مردم نمیشناختن. میگم و اون رژیم هم چون خودش اون رژیم که میگم یعنی شاه، یعنی کل رژیم یعنی شاه، اونم چون خودش مذهبی بود اعتقاد به این مزخرفات داشت، میرفت نمیدونم مشهد و فلان، اینه که به این چیزا هم علاقمند بود و دست اینا هم باز گذاشته بود، از اینا استفاده میکرد برای مبارزه با چپ، در صورتی که احتیاج بر این نبود. در زمان قوام 3 تا پست داد به توده‌یا در دولتش. اگر شما همون چپ را که انقدر ازش میترسیدی میکشوندی به دولت، کشور را میکشوندی به اون انتخاباتی که مردم خودشون بیان رأی بدن، چپی هم رأی نمی آورد تو مملکت. منتها حزبی نبود، اینا همه را چپ می‌دونستن. بازرگان مثلا چی بود؟ بازرگان لیبرال بود، صحابی لیبرال بودن، نهضت آزادی اینا لیبرالن، اینا هم به عنوان چپ می‌کوبیدن. زنداناشون پر بود از این تیپ‌ها. خودش تو مصاحبه‌اش میگه ما فقط مارکسیست و تروریست در زندانا داریم. صحابی و طالقانی و اینا همه مارکسیست بودن، نه تروریست بودن. بازرگان بچاره بعد عاقبت این تروریست بود. نه، اینا رو همه را اون رژیم میگم راهی نذاشته بود برای مردم و زمانی هم که فهمید دیگه دیر شده بود، دیگه فایده نداشت. دم دره که رسیده بود ماشین داد دست بختیار که آقا تو بی برون. بختیار هم دیگه زورش هم نرسید و بزرگترین خیانتی هم که کرد همون زمان شاه که ما رو به این بدبختی انداخت این بود که میتونست در یک مقطعی، همون که شلوغی ها شروع شد، دولت عوض میکرد، از شریف ما میرفت به اصحاری و از اصحاری دولت نظامیش کاری نتونست بکنه، همون مقطع اگر یک ذره ایشون مغز داشت، شعور داشت و معرفت و ایران دوستی، می آمد بگفتش که برای که سیستم از هم نپاشه یه رفراندوم ما برگزار میکنیم با وجود دولت، چون زمان هنوز دولت در کار بود، ارتش 400,000 نفریش اسلحه دستش بود، ساواکش همه کاره مملکت بود. یک رفراندوم برگزار میکردن، از مردم نظر میخواستن که چی میخواید شما، آیا این حکومت ما رو میخواید یا نه. اگر مردم میگفتن نه، انتخابات آزاد میذاشتن، یه دولت موقتی می آوردن رو کار که بعد از این مدت انتخابات آزاد بذاریم، احزاب فعالیت کنن.
به این طریق هم ارتش از هم پاشیده نمیشد، همین یاران خودش بیچاره همه کشته نمیشدن، مثل یتیمان شده بودن بعد از اینکه رفته بود، و هم مملکت دست آخوند نمیافتاد. یعنی اگر مردم امکان این داشتن که نظراتشون رو بگن، نقد کنن آخوند را، نقد کنن جریانات دیگر را، آخوند را به چالش میکشتن، نمیذاشتن آخوند به قدرت برسه. و اگر هم به قدرت میرسید برای 4 سال بود. یعنی اگر مردم در توهم با آخوند رأی میدادن برای 4 سال، یعنی یه سیستم که مثل کشورهای دیگه یه انتخاب میشه، برای 4 سال مملکت اداره میکنن. 4 سال دیدیم آخوند نتونست کاری کنه، مینداختیمش کنن. ولی خب آخوندم نشست بر اون جایی که شاه نشسته بود. اینجور حکومت ها چون عوض نمیشن، چون کسی به اینا انتقادی نمیتونه بکنه و کار خوب بکنن یا بد بکنن همیشه بر مسند قدرت هستن، اینه که اینا هیچ وقت نمیشه اینا رو درست کرد. ولی اگر همون بیشرف همون زمان این کار کرده بود، ما دست آخوند نمی افتادیم. حالا الان رسیدیم به این نقطه که باز مردم به نقطه انقلاب رسیدن. هنوز هم البته مردم باز در توهمن. ما هنوز مثل این فلسفه امام زمان تو ذهن ما حک شده که یک نفری میاد ما رو نجات میده. ما هنوز منتظر هستیم که یک نفر بیاد برای ما یک کاری انجام بده. حالا یکی نمیپرسه چرا خودمون انجام ندیم، یک، دو، اون یه نفر چرا این کار انجام بده. مثل ابله‌ها هر چیزی هم باور میکنیم. وقتی میره نامه مینویسه میزه توی چاه، میگه امام زمان تو اون چاهه، این بشر در اون حدی نیست که اصلا بشه باشیم، در حد به قول ملا صبا بهائمه، حیواناته، چون هیچی نمیفهمه. اینه که این افراد را هنوزم ما حالت گنگی رو داریم. موقعی که ترامپ میاد میگه که من براتون اینترنت مجانی میارم، همه کف میزنیم و منتظریم فردا پس فردا اینترنت بیاد. منتظریم آمریکایی بیاد برام آخوند عوض کنه. این بدبختیه دیگه. دیدیم آمریکایی برای افغانستان چون عوض کرد. 20 سال اونجا چریدن، دست آخرم که 2 نهاد درست اونجا برپا نکردن. 4 حزب نذاشتن اونجا تأسیس بشه که مردم در اونا جمع بشن. آخر کشور دست طالبان رفت. همون شخصی که میگه من با تروریسم میجنگم و مخالفم، با تروریست داشت مذاکره میکرد. الان هم ملت میگن این بایدن چرا نمیاد؟ آقا بایدن چرا بیاد؟ بایدن داره کارش میکنه و دنبال منافع خودشه، چرا برای من و شما کار کنه؟ الان میگن که ماهواره استارلینک چیه، اون الان آسمان رسیده به ایران و از کنگره آمریکا خواسته که اجازه بده، اونم گفته باشه برو داداش، برو به اینا برسون. نگرانه، چون نگرانه مثلا ما کشته میشیم، اینا انسانهای شریفی هن. نگران اینن که ما داریم کشته میشیم. از اون وقت فخرآور میاد میگه که بله من با دوستانم در ایران در تماسم، از طریق همون ماهواره استارلینک در تماسم. در صورتی که در واقعیت این ماهواره، این جریان اینترنتی که از طریق این ماهواره ها به دست مردم میرسه، فقط در اروپا قابل دریافته و 10,000 ماهواره احتیاجه که اینا 2,000 تاش بیشتر به هوا به فضا نفرستادن و اگر هم 10,000 تا بفرستن 2 مرتبه پایگاه‌های زمینی احتیاج هست که اون پایگاه‌ها باید ساخته بشه. بعد یه چیزیست که اگر از حالا ما شروع کنیم بریم دنبالش 2 سال دیگه میرسیم، ولی ملت طوری صحبت میکنن که انگار فردا این به دست ما میرسه. ابلهگونه داریم
در قرن 21 میچرخیم. برامون تلویزیون درست کردن، من و تو ایران اینترنشنال. بیش از 250 تا خبرنگارش فقط در لندن، یعنی افرادی که تو این سازمان کار میکنن، میلیون ها دلار خرجشه برای اینکه ما خبر برسون، برای اینکه ماها آگاه باشیم. یکی هم فکر نمیکنه این جریان چیه، اینا چطور دلشون برای ما سوخته. از یه طرف با یک مشت حیوان طرفیم. اینو من همیشه گفتم خدا پدرمون شخصی رو بیاموزه که این جریانات اتمی اینا رو لو داد که جلو اینا رو بگیرن. اینها اگر اتمی بشن، شما مطمئن باش اولین جایی رو که میزنن تو سر خود ماست. یعنی اطراف ایران مثل سیستان بلوچستان و کردستان و اینا مناطقی هستن که اینا ببینن اونجا شورش میشه و زورشون نمیرسه، این همون اوایل انقلاب مگه با توپ نمیزدن، با هلیکوپتر حمله کردن به سنندج. اینا ببینن کارشون پیش نمیره، از زدن اتم 1 دقیقه درنگ نمیکنن. اینه که اتمی بودن آخوند برای ما مردم ایران اولین مشکل ایجاد میکنه تا برای خارجی ها. بعدم دلخوش به آمریکایی و اروپایی نباشیم. الان یک دفعه من میدم همه جای دنیا اینها شروع کردن به حمایتشون بیشتر به خاطر اینه که آخوند رو تحت فشار قرار بدن، چون آخوند رفته تو جبهه روسیه، با اون نکبت داره همکاری میکنه. وگرنه اگر آخوند سر نفت باز کنه، از کنترل پوتین بیاد بیرون، هزاران نفر مثل من و شما هم کشته بشن. اینا عین خیالشون نیست. بعد الان هم میبینم یه مش بیچاره بچه ها رو فرستادن تو خیابونا. این کار بچه نیست. این تفلک ها رو میفرستن و اون جنایتکاران که اینا، من نمیدونم تو کجا بزرگ شدن، اینا در چه خانواده‌ای بودن، در چه موجوداتی هستن. البته اینا یک تلفیقی هستن از آدمای مرتجع و لومپن و اراذل اوباش و مذهبی که شدیداً دنبال خرافات مذهب هم هستن. اینا تبدیل میشن به موجوداتی که در کشتن و قتل و غارت هیچ درنگی ندارن. شما ببین مشهد کی میره؟ زائر کیان؟ چند تا دهاتی بیچاره میره اونجا جلوی بارگاه رضا، دلش باز شه، بدبختی هاش اونجا برای رضا تعریف کنه. اینا برای دشمنی با مجاهدین تو اونجا بمب گذاشتن که میگن مجاهدین کردن این کاره. یعنی اینا اینقدر بی‌شرفن. الان این دختره تفلک نیکا، اینو بردن چندین روز نگهش داشتن، چون این فرمانده که نمیشه، گویی دختر 17 ساله پریده روی سطل آشغال 2 تا شوهرم داده. نه، این از رهبر، از لیدرهای، بیچاره لیدری این بچه کجا بود. اینو گرفتن بردن، بدترین تجاوزم بهش کردن، بعد کشتن، جسدش از پشت بون انداختن پایین. یعنی اینا کارایی میکنن که در جامعه وحشت ایجاد کنن. در ضمن اینا وجدان اینا هم ندارن. میگم شما زمانی که مثل اینها فکر کنی، دیگه چیزی به نام وجدان در شما وجود نخواهد داشت. شما فکر کنید اون دهه 60 اینا چه میکردن تو زندان ها؟ خبرش بیرون نمی آمد. مردم کمی اطلاع داشتن. صدها دختر را تجاوز کردن و کشتن. شما ببین یه لومپنی بهش اجازه بدی، قدرت بی حد و حصر بهش بدی، ببین چی از آب در میاد. این حیوانات، شما در صف اسلام ها نگاه کن. ابو عبیده جراح سر بابای خودشو برید، آورد گذاشت جلو پیغمبر. پیغمبر گفت تو یکی از 10 نفر
بهشتی هستی. یکی از 10 نفری که به طویل بهشت میرن تویی. چون اون جنایت کرد بهش وعده بهشت هم دادن. اینا یه همچه تیپایی هن. این دور برای خامنه‌ای افرادی مثل مصباح یزدی و آیت الله خوشوقت و اینا یه همچی هیولاهایی هستن که وقتی که میگفت به زندانی اگر برای بازجویی تجاوز بشه گناهی نداره، منتها با وضوح باشه اول. شما ببینید تفکرات چیه. جلوی اینجور افراد این بچه ها رو فرستادن من این غلط میدونم. آخوند رو نمیشه با اعتصابات و اینا براندازی کرد. ببینید اعتصابات مال کشورهاییه که دولت درآمدش از مالیات مردمه. اعتصاب که کردن مردم نرن سر کار، دولت درآمدی نخواهد داشت. به این موقع دولت میره کنار میکشه. در زمان دولت شاه هم همین بود، چون درآمد مملکت از نفت بود. اگر زمانی شاه اوضاع برش تنگ شد که نفت را، صنایع نفت اعتصاب کردن. اینا الان صنایع نفت هم دادن در اختیار پیمانکار، اصلا خودشون کنارن. پیمانکار با شما طرفه. آخوند رو نمیشه با این عوازل و باشه، نمیشه با اعتصاب و با 4 بچه های محصل مدرسه رو بندازی جلو. اون دیدم نحوه خواهد و طولی میداد دختره 12 ساله 13 ساله. اینها ظلم به اینا اگه ما اینا رو بکشونیم تو خیابونا. اینا مش افراد بچه هایی هستن که بچه‌هایش خوشی تو اون مملکت ندیدن. فقط این طویله‌ای که درست کردن اینا برای ما، هیچ کسی درش خوش نیست. بیشترین منابع زیرزمینی رو داریم، میتونستیم بهشت برای خودمون درست کنیم اونجا. منتها یا اون میدوزید میبرید یا این میدوزه میبره. یعنی هیچ چیزی برای مردم خرج نشده. آدم بلوچستان رو میبینه خجالت میکشه، شرم میکنه. ولی اصلا این خیالشون نیست. یه دست آمریکا دوباره شالوکلا کردن که ما برگردیم حکومت مشروطه میخوایم بیاریم رو کار. خجالت هم نمیکشن. من اینو یک بار برای شما شرح بدم. تا صحبت میکنی با اینا، یه سری عوازلی هستن که فحاش هم هستن. این همین آخوندان منتها مدل غیر مذهبیشونن. میاد میگه که اگر میخواهید کشورهایی را که به وسیله مشروطه سلطنتی اداره میشه رو ببینید، هلند، دانمارک، سوئد، نروژ، انگلیس، چقدر کشورهای جالبی هستن. بله عمو، درسته، کشورهای بسیار جالبی هستن. اینها مشروطه شدن. یعنی چی؟ زمانی که انقلاب فرانسه شد و لویی را گردنش زدن و زنش را گردن زدن و اعیان و اشراف را کشیدن زیر تیغ، کشورهای دیگه اروپایی حس کردن که این موج اگر به کشورهای اینا برسه به همون سرنوشتی دوچار میشن که لویی دوچار شد. اینه که در یک مقطع باهوش بودن، در یک مقطع درستی کشیدن عقب. و اینها هم کی بودن؟ خودشون زمیندارهای بزرگی بودن. مثلا خانواده‌ای که الان در دانمارک در قدرته، اینا 700 سال در قدرتن. چون نبود که مثل مال ما 50 سال باشه و یکی خانواده دیگه باشه و خانواده مثل آدم بی‌ریشه‌ای مثل رضا شاه اینا را چند کسا نه کاری بودن تا قبل از پادشاهیش مستاجر بوده. نه، اینا از نسل در نسل زمیندار و قدرتدار بودند و شاهی یک نقطه ننگی است در تاریخ. یعنی متعلق به زمانی که
یه شخص گردن کلفتی با قبیلش میامد و میزد و تو سر همه را وام میکرد و میگفت همه مال منه، شما هم نوکرای منه و رعایای منید. تا پیدا میشده که دیگه تو سر این میزد و اون میگرفت قدرت. این شاهی بود. حالا ما بیایم در قرن 21 مردم آزاده را تبدیل به رعیت کنیم. اونا هم در اون مقطع عقلشون رسید، کشیدن کنار، گفتن ما حاضریم قدرت را واگذار کنیم به مردم اگر یک مقداری از اموالمون هم بتونیم حفظ کنیم، یعنی به گدایی نیفتیم. و فکر کردن این بهتر از اینه که بری زیر گیوتین. از این لحاظ آمدن کشیدن کنار و دولت‌ها در اون کشورها شروع کردن به اداره کشور. اونم میبینی که در مثل انگلیس و نروژ و سوئد همه 4 سال عوض میشن، مردم میرن رأی میدن، اصلا دیگه شاه کاری نیست. حکومت پادشاهی بود، مشروطش کردن، نه اینکه یه حکومت پادشاهی را انداختیم بیرون بعد بریم اونو بیاریم مشروطش کنیم. این دیگه والا در تاریخ سابقه نداره. بعدم اون جنایتکاران فکر بازگشت به ایران نداشته باشن، خجالت بکشن. اون خاندان پهلوی با اون همه جرم و جنایتش از شازده پرسید، اون تو برنامه بود، از شیکی پرسید چقدر شما پول از کشور خارج کردید؟ اول گفت من والا زیاد نبوده و فلا، آخر گفت 62 میلیون دلار. خب همینم. اگر شما در یک کشوری دیدید رهبر اون کشور حساب بانکی در خارج از کشور داره بدون آدم خارجیه و میدونه که یه روز باید فرار کنه از کشور، داره خیانت به مردم میکنه. اینه که الان در این بلبشو اینجور نباشه که 2 مرتبه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای ما یه آدم بیارن بزنن سر کار. الان این بوی این میره که خب خامنه‌ای که منفوره، پسرش هم شانسی نداره، سپاه هم ابله‌تر از این حرفان. معمولا دیکتاتورها آدمای درست حسابی اطراف خودشون نمیذارن، یعنی اگر یک ذره یک نفر محبوبیتی پیدا کنه کوتاهش میکنن. شما ببینید سلیمانی را خود همینها تیپ دادن که زدنش، چون سلیمانی رقیبی بود برای آقا مجتبی در آینده. یعنی موقعی که خامنه‌ای مرد میشد سلیمانی میتونست با اون محبوبیتی که پیدا کرده بود یه شاخی بشه برای آقا مجتبی، انداختنش. این که فکر نکنید این را آمریکایی‌ها بدون توافق اینها زدن و کشتن. اینها سالهاست که با هم کار میکنن. شما ببینید در سال 1983 یک کامیون اینا رفت توی مقر تفنگدار دریایی آمریکا، 299 نفر را کشت. ریگان حاضر نبود یه حمله به ایران بکنه، میگفت نه کار ایران نیست. همه گفتن آقا این عماد مغنی است از ایران پول میگیره. نه، بعدها 20 سال بعد آمدن گفتن که مثل که مال کار ایران بود. حالا چجوری تنبیه کنیم ایران را؟ 8.5 میلیارد از سرمایه های فریز شده یا پولای فریز شده ایران در آمریکا را دادن به خانواده اون افرادی که اون موقع کشته شده. اینا با هم کار میکنن، زیاد چیز نداشته باشیم. اینا نیان 2 مرتبه برای ما کسی رو علم کنن. الان دارن رو ارتش هم این کار میکنن که یکی رو مثلا از ارتش علم کنن که بیاد این شخص یه دفعه قدرت بگیره و به عنوان حامی مردم. ما حامی نمیخوایم، ما حکومت دائم نمیخوایم و این بحث تجزیه طلبی و این هم باید به طور کل بذاریم کنار ما. این و اون پوفیوز رضا شاه را انداخت این مسئله تجزیه طلبی را. چرا؟ چون اینا دیکتاتورها کشور یک پارچه میخوان، یک گداخونه بزرگ که اینا اون بالا بشنن و همه کشور کنترل داشته باشن و منابع مختلف را مثل از این و
گاز از اون و نفت از اون و بچاپن و معامله کنن. اروپاییان همینه نمیخوان مجلسی باشه و گروه های مختلفی که اینا مجبور باشن از طریق مجلس با دولت ایران کار کنن. نه، یه دیکتاتور باشه، با دیکتاتور رو میخریم، باش کار میکنیم. اینی که متوجه باشیم بهمون غالب نکنند یه الجنگ دیگه ایران. سیستم شاهی ما عرض کردم به شما و دیکتاتوری شیخ، اینا باعث تجزیه هستند. شما زمانی که در مملکت جنایت میکنی نمیتونی توقع داشته باشی که مردم خواهان باشن که در اون کشور بمونن. کرد زمانی که بدترین شرایط نگرش میداری، نه از کارخونه ای هست در اونجا، نه رفاهی داره، نه بهداشتی داره، هیچی نداره، ازش خواستن که در این کشور، در این جمع موجود بمونه. خب این غلطه. شما به بلوچ برس، شما نمیخواد کسی برسه، مملکتی باشه که به وسیله مردم اداره بشه و بلوچ همون حقی داشته باشه که من قومی، من تهرانی، من عراقی داشته باشم، هیچ وقت نمیخواد از ایران جدا بشه. ولی با این شرایط اگر جدا نشه احمقه. عربی که در اهواز زیر پاش دریای نفته، احمقانه است اگر وایس گرسنه و ببینه حضرت آیت الله و آقا مجتبی و فلان آخوند میخورن و میبرن اینجا گشنه مونده، بعدم تا بیاد بگه آقا من حقوق من چی شد، میگه تجزیه طلبی تو. دیکتاتوری باعث تجزیه کشور میشه، نه دموکراسی. یعنی شما اگر کشوری رو به روش دیکتاتوری اداره کنی، در یک مقطعی انفجار ایجاد میشه. مردم نمیخوان. ترک و کرد و لر و عرب و اینا اگر بهشون فشار بیاری، خب فارس هم همینه. الان ما نمیدونیم ما کجا بریم، مگر ما از همه زودتر خواهان تجزیه بودیم. ما نمیخوایم در این حکومت زندگی کنیم که یک نفر تصمیم گیرنده باشه. منتها اونها چون در کنارهای کشور هستن میگن خب میخوان برن مستقل شن. ولی اگر واقعیت بخواید، ما که مرکز ایران هستیم علاقمندی به در این سیستم نباشیم. اینی که ما خیلی باید حواسمون جمع باشه. یک، فقط این رو بدونیم که سیستم موروثی و سیستم پادشاهی سمه و باعث تیکه شدن کشورم خواهد شد. 100% بدونید شما. دو، با این رژیم به صورت مسالمت آمیز به هیچ عنوان نمیشه کنار آمد. همونجور که اصلاح طلبان را باید رد کنیم. اصلاح طلبان همین افرادی که تو خیابون وای میستن میگن نزنش، این هم اصلاح طلبان. نمیخواد در جامعه چیزی ایجاد بشه. ما یک راه داریم، اونم مبارزه مسلحانه با آخونده. احتیاج به رهبر نداریم ما، مگر سازمان‌های اون زمان دنبالی بوده که رهبر داشته باشن. یه جریانی چند نفر جوان شروع میکردن. خب این غلطه، دختر 17 ساله 16 ساله بفرستی جلو این اندخره لات بیشرفی که میزنه و داغونش کنه، تجاوزش میکنه. اون لات باید به روش چریکی کشتش. ببینید من یادمه زمان شاه در دانشگاه اعتصاب بود و گارد دانشگاه ریخت و بناکت زدن. چند تایی فرار کرد دانشگاه زده بودن بیرون. یه ستوان گارد بود که اون روز مرخصیش بود، اصلا سر کار نبود. این با ماشینش رد میشد، دید دارن گاردیا دنبال دانشجوان. این با ماشین رفت و زد رو زیر ماشین گرفت. این را به هفته نشد که رفتن در خونش، صداش کردن، آمد جلو، یه گلوله تو مغزش خالی کردن. با اینجور افراد نمیشه صحبت کنی. شما بیا به آخوند بگی آقا شما اشتباه میکنید، شما بیا کنار بکش، شما بیا اینجوری کن، بیا اون. آقا نمیکنه، اینا اهل این حرفا نیستن. اگر هم حتی مجبور بشن عقب بشینن هم باز ما نمیخوایم اینا را.
و آخرین توصیه هم که باز من میکنم، اون اراذلی که به عنوان آیت الله اون بالا نشستن بیشترشون، اینها به خاطر خودشون هم که شده باید اعلام براءت کنن از اینا، چون اینها هیچ اعتراضی به جنایت های اینا نمیکنن از ترسشونه. یعنی خاک بر اون سرت، وقتی که تو حالا 90 سالته و که 80 سالشه و که 104 سالشه، از چی میترسی؟ بیا دهن واکن بگو پوفیوز، این چه مملکتیه که دختری دارم بیایید بهش تجاوز میکنید، از پشت اون جسد بچه 17 ساله رو پرت میکنید پایین، بی شرافت. این چیه؟ شما مگر از حالا مرز نذارید در آینده زندگی دشواری تو مملکت خواهید داشت. اون حوزه‌ای که یه همچین موجوداتی از توش میاد بیرون رو باید بست. اگر نجنبید وضع شما هم خراب خواهد شد. مبارزم جز این که ما مسلح بشیم و به صورت چریکی اینها را به زانو در بیاریم، راه دیگه‌ای وجود نداره. هیچ راهی نیست. یعنی شما الان این تظاهرات به هیچ جا نمیرسه اگر مسلحانه نشه، اگر مردمی نشه. دلمون رو خوش نکنیم، چهار تا بچه بیچاره رو فرستادیم تو خیابونا، چهار تا دختر بچه اونم، اینا شدن گوشت دم توپ. آدم دلش میسوزه. ما الان چند روز واقعا خواب و اینا نداریم از این بچه ها رو میبینه آدم. این دختره چندین نفر شدن الان، 5-6 نفر شدن. اون بلوچ بدبخت رو میبینه بچه 12 ساله رو بکشی. آقای بلوچ شما نرو تظاهرات، نرو مستقیم، اولا اون نقش اون پوفیوز هم از بین ببرید. اون آخوند مولوی ها اینا رو، مولوی اینا رو بذارید کنار. شما روبرو با اینها نمیشه جنگید. اینها نفر دارن، نیرو دارن، بیشرافت هم هستن. تنها راهش اینه که ما مختبه به قول معروف جنگ پارتیزانی هستیم. پارتیزان از پارتا میاد دیگه. پارتا می جنگیدن، فرار میکردن، باز می جنگیدن. یعنی یه حالتی داشت که با جمع کم با جمع زیاد می جنگیدن. ما جز مبارزه مسلحانه هیچ راهی نداریم و راه بسیار پرخونی هم هست. به این راحتی نیست که فکر نکنیم. البته زمان شاه هم خیلی طول کشید. یعنی چندین ماه. شما روزنامه‌هاش رو من بعضی وقتا تو فیسبوک میذارم، هر روز 64 نفر اینجا کشته شدن، 42 نفر اونجا کشته شدن، 50 نفر اونجا کشته شدن. اینجور نبود که اونا هم نزنن و نبندن، نه، اونا هم همین بودن، منتها کشیدنشون کنار. اینی که این پوفیوز هم اگر اندکی شرف داشت، این خامنه ای اندکی که نداره، میتونست الان در این مقطع یک رفراندومی برگزار کنه و محترمانه بکشه که جلوگیری کنه از این خون و خونریزی که، ولی متاسفانه اینا نمی کنند و این دور باطل را ما الان باید دیگه بعد از این خامنه ای توقفش بدیم که یه نفر نیاریم رو سر خودمون به طور دائم و بعد از 40 سال باز بگیم ای بابا این دیگه کی بود. نه، هیچ کسی را بیش از هیچ حزبی، هیچ دسته‌ای بیش از 4 سال و اونم با رأی مردم نباید در قدرت باشه. اینه که اینجوری ادامه بدیم که چشم و گوش بسته باز بریم و یکی دنبال رهبر باشیم. الان به امروز افتادم که آقا حامد اسماعیلیون توی رهبر، آقا حامد اسماعیلیون یه آدم بدبختیه که زن و بچه‌شو کشتن، نه سیاسیه نه اصلا اطلاعاتی از این مسائل داره. اتفاقی شده زنش کشته شده، زن و بچه‌ش کشته شده. فرق داره. الان این دختر نیکا این رفته تظاهرات کشته شده. این فرق میکنه که با همون مهسا فرق میکنه. مهسا نرفته بود تظاهرات، چرا وارد پایتخت شده بود، چهار تا الدنگ پوفیوز گرفتن بردنش کشتنش. فرق داره با اونی که میره تظاهرات و میدونه که میره کشته میشه. حامد اسماعیلیون رهبر کی بود؟ ما عین یتیم ها شدیم، عین عقب افتاده ها شدیم، دنبال یه سرور میگردیم که برامون کارمون انجام بده. مسیح علی نجات میاد بگه من میتونم رهبری بگم. شازده میگه آقا چه ننه شازده میگه اگر اینا نمیخواید نور رو بردارید ببرید.
شده مثل ابای سید بحرینی که باش ناصرالدین شاه نرفت مسافرت به فرنگ. ناصرالدین شاه گفت خودش نمیاد، لااقل عباشه بگید برید به ما بفرستید برامون. حالا ما هم دیگه شازده نمیاد، دختر شازده میگن، اصلا فارسی هم بلد نیست دارن دیگه. ما اون چیزی که میشد بگی گفتیم و میگم دل ما واقعا خون از این که این بچه های طفلی که تو مملکت به جای اینکه شاد و شادمان باشن و فکر جشن و سرور و شکل یه بچه جاش رو تو اروپا زندگی میکنه، یه جوون یه نوجوون باشه، هیچ ما میفرستیمش تو خیابون که بعدم میگیم که می شیر زنه. چند تا اونم دیدم یه هنر پیشه بود. ما تازه از اینها یاد گرفتیم که شجاع باشیم. نه، نمیخواد یاد بگیری شجاع باشی، یه خود باد زیر پوست این بدبختان ندازید، گناه دارن واقعا، جنایت این نارا تو خیابون بدون پناه فرستادن و بعد نشستن و تمجید کردن. اینا جای دردی را درمان نمی کنه. AvageBooth.com